به نام خدا. سلام. با دوره آموزشی پایتون در خدمتتون هستیم. به کانال آموزشی هوش مصنوعی هلسا خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و اگر سوالی بود که با بنده در میون بذارید برای بنده کامنت بذارید تا جوابش رو خدمتتون ارسال کنم. خب توی این بخش میخوایم با هم با تابع لامدا، مپ، فیلتر، زیپ و انیومریت آشنا بشیم. خب من میرم سراغ محیط VS کد. اگر توی جلسه قبل خاطرتون باشه من با دستور def و کلمه کلیدی def یک تابع تعریف کردم، مثلا تابع سام که 2 تا ورودی داشت و توی خروجیش هم میومد اون 2 تا ورودی رو با هم جمع میکرد. پس یه تابع ما نوشتیم. ممکنه این تابع چندین خط داشته باشه، ولی در برخی مواقع که ما توابعمون کوچیک هست مثل این تابع سام میتونیم با استفاده از تابع لامدا که یک تابع یک خطی هست و تابع مختصر و مفیدی هست توابع خودمون رو تعریف کنیم و دیگه نریم سراغ دستور یا تعریف تابع با دستور ده. خب لامدا اینجوری هست که می‌نویسیم لامدا، بعد آرگومنت هامون رو میدیم و در آخر هم اون اکسپرشن یا عبارتی که میخوایم محاسبه کنه رو میدیم. و حالا میدیم با هم یه مثال میزنیم. ما همون تابع سامی که با دف تعریف کردم رو میام الان با لامدا تعریف کنم. مثلا میزنم سام 1، میگم لامدا فانکشن x و y رو ورودی بگیر و تو خروجی x به علاوه y به من بده. حالا میگم پرینت کن مثلا تابع لامدا فانکشن 1 که اسمش سام هست رو مثلا 3 و 2 رو با هم تو خروجی نتیجهش رو به ما نشون بده. خب میاد اینجا سام 1 اینجا رو صدا میزنه، 3 رو میریزه توی x، 2 رو میریزه توی y و در نهایت خروجی 3 رو با 2 جمع میکنه و توی خروجی به ما نمایش میشه. خب میبینیم که توی خروجی خب مقدار 5 رو زد. پس این نحوه استفاده تابع لامدا فانکشن هست. مثلا من یک تابع نیگیت می نویسم، میخوام که هر چی بهش دادم منفی کنم، میگم لامدا x رو بگیر و منفی x به من تحویل بده. خب بریم مثال بزنیم، میگیم پرینت کن مثلا نیگیت، صدا میکنم تابع لامدا فانکشن رو، مثلا 10 رو بهش میدم، تو خروجی باید منفی 10 به من بده. میبینیم با هم بعد میبینید که منفی 10 داد به من. خب من این دوتا رو خروجی رو کامنت میکنم که توی خروجی های بعدی دیگه نیاد. پس این هم از تابع لامدا فانکشن که ما میتونیم توابع یک خطی تعریف کنیم. خب بعضی مواقع ما نیاز هست که مثلا یک تابع را مثل این تابع لامدا فانکشن رو روی یه لیست اعمال کنیم. با استفاده از یک تابعی هست که مثلا حالا یه مثال میزنم، با استفاده از تابعی به اسم مپ. کارش چیه؟ که یک فانکشن رو روی یک حالا ساختار داده روی دیتایی در واقع اعمال کنیم. خب بیایم یه مثال بزنیم. مثلا من یک لیستی دارم به اسم مثلا دیتا و مثلا مقادیرش هم هست 1 و 2 و مثلا 3 و 4. خب حالا میگم مثلا بیا یه لیست دیگه برای من اسمشو بذار اسکورر، با دستور لیست یه لیست برای من بساز و با تابع مپ بیا چیکار کن، یه تابع لامدا فانکشنی رو تعریف کنم که هر چی تو ورودی بهش دادن اون رو مثلا ضرب در 2 کنه، 2 برابر کنه. خب کیا رو این کار رو باش بکنه تو تابع مپ؟ پس این شد تابعم، 2 تا ورودی گرفت مپ، این شد تابعم و این هم شد لیستم. خب حالا اگه بریم پرینت کنیم اسکوئر رو با هم میبینیم، خروجی رو میبینیم که لیست در واقع دیتا رو همه
عناصرش رو ضرب در دو کرد. 1 رو ضرب در دو کرد شد 2، 2 تا 4 تا، 3 تا 6 تا و 4 تا 8 تا. پس ما با دستور مپ تونستیم یک تابع رو روی یک ساختار اعمال کنیم. خب یه دستور دیگه هست به اسم فیلتر که میاد فیلتر میکنه یه لیست را، یعنی یه تابع فیلتر براش مینویسیم و میگیم این تابع فیلتر را، این نحوه فیلتر را روی این داده ها مثلا اعمال. من میام مثلا میگم که مثلا میخوام زوجا رو به من، اعداد زوج این لیست رو به من بده. خب کافیه که بگم یه لیست درست کن و تو این لیست فیلتر کن. یه تابع لامدا فانکشن بنویسم، بگم تو ورودی هر کی که در واقع اینجا بگم اونایی که ورودی رو x رو بگید، اونجایی که x هاشون تقسیم بر 2 باقی موندهشون مساوی 0 رو به من خروجی بده. خب و این روی کی اعمال بشه؟ روی دیتا اعمال بشه. حالا اگر بیام پرینت بگیرم لیست ایون رو، لیست زوج رو، میبینیم که فقط اعداد زوج رو به من داد. میبینیم از تابع فیلتر ما یک تابع فیلتر براش مینویسیم و اون داده ها رو بهش میدیم، فیلتر میکنه برام. من گفتم که چی؟ گفتم توی لامدا فانکشن گفتم که در واقع اون بیا تقسیم بر 2 کن تک تک این عناصر لیست رو، اوناییش که مساوی است با 2 هست توی خروجی به من نشون بده، فیلترشون کن. خب این هم از تابع فیلتر. خب من این دوتا پرینت رو غیر فعال میکنم، میام سراغ ترمینالم رو تمیز میکنم. یک تابع دیگه داریم به اسم زیپ. در واقع 2 تا لیست رو به هم با این تابع یا 2 تا ساختار داده رو به هم میچسبونیم. مثلا من میگم لیست یکم هست مثلا یه سری اسم علی، مثلا رضا و مثلا جوان. خب حالا یه لیست دیگه هم دارم مثلا به اسم اسکور، یعنی نمرات. میگم که مثلا 12 13 و 14. میخوام بگم علی 12، رضا 13 و جواد 14. چجوری؟ یه حلقه فور می نویسم، میگم مثلا در واقع میگم L1 و مثلا SC باشه. توی چی بگرده؟ توی یک در واقع از تابع زیپ استفاده میکنم. میگم لیست 1 رو و لیست 2 رو و لیست اسکوئر رو با زیپشون کن و هر کدوم از اونها رو هم عناصرشون رو بریز توی L1 و SC. حالا میگم پرینت کن L1 رو و SC رو. و حالا بریم خروجی رو ببین. علی 12، رضا 13 و جواد 14. اینم از تابع زیپ. یه تابع دیگه هم داریم به اسم تابع enumerate که کار شماره گذاری یک لیسته. مثلا من همون لیست 1 رو میخوام پشت در واقع عناصر شماره گذاری کنم. کافیه بگم for i و مثلا name. خب داخل چی؟ داخل enumerate لیست 1 و در نهایت پرینت کن i و name رو. خب حالا بریم خروجی رو ببینیم. ببینیم که خب اگه من این دستور فور بالایی رو غیر فعال کنم که فقط خروجی اینم پاک کنم ترمینال رو، خروجی فقط خروجی اینومیرت. ببینید 0 علی، 1 رضا و 2 جواد. پس با تابع اینومیرت ما یک لیست رو شماره گذاری میکنیم یا حالا هر ساختار داده دیگه. اگر خواستید که از 1 شروع بشه کافیه که من به این آیه یه دونه اضافه کنم، دیگه از 0 شروع نمیکنه. ببینید 1 2 3، من اینجا 0 1 2 بود اینجاست. پس این هم از توابع پرکاربردی که توی این بحث با هم بررسی کردیم.